گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 53. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. سلجوقی ها و نظام الملک. در بخش مذکور اکادمیک غفورov می نویسد که نتیجه جنگی دندانکان باعث تماماً به خراسان صاحب شدن سلجوقیان گردید. طغرل بیک سلجوقی سالهای 1040-1063 در یک مدت کوتاه ایران کنونی را نیز اشغال نموده سال 1055 پایتخت خلافت عباسی شهر بغداد را به دست خود درآورد و سلطنت دولتی سلجوقی را رسما اعلان کرد. پس از وفات طغرل برادرزاده او الپارسلان سالهای 1063-1072 به تخت نشسته خاک دولت سلجوقی را خیلی وسعت داد. الپارسلان بعض جایهای ماوراءالنهر را به خود تابع کرد و این چنین امپراتوری روم رامنیچار دیاگن را مغلوب نمود. در وقت حکمرانی جلال الدین ملکشاه سالهای 1072-1092 حدود دولت سلجوقی به درجه توسعه یافت که از ساحل‌های بحر میانه زمین سر کرده تا سرحد دولت امپراتوری چین قریب تمام مملکت‌های اسلامی آسیا در تحت تصرف آن قرار گرفتند. درجه مدنیت سلجوقیان بادیه‌نشین نسبت به سویه مدنی تاجیکان خیلی پست بود. این وضعیت سبب شد که در امور اداری حکومت سلجوقیان مردان سیاسی فارس و تاجیک نقش مهمی بازند. بزرگترین ارباب دولتی عهد سلجوقی ابو علی حسن ابن علی ابن اسحاق بود که در خراسان تولد یافته تقریباً 30 سال 1063-1092 در زمان حکمرانی الپارسلان و ملکشاه خدمت وزیری را ادا کرده است. او در دربار این پادشاهان علل خصوص ملکشاه آبروی و نفوذ بی نهایت بلند پیدا نموده لقب نظام الملک را گرفته است. او در کارهای مملکتداری کاملا به تجربه دوره سامانیان تکیه می‌کرد و برای احیا نمودن عنعنه‌های مدنی آن دوره کوشش‌های زیاد به خرج می‌داد. بیشتر با تشبث و فعالیت نظام الملک اصول اداره دولت سلجوقی به ترتیب انداخته شد. لیکن وضعیت عامه مهنتکش در زمان نظام الملک نیز همانا بد بود. نظام الملک برای تشکیل نمودن مکتب‌های عالی دینی مدرسه ها کوشش زیادی کرد. در بسیار شهرها مکتب‌ها تأسیس یافته به شرف تشکیل کننده خود عنوان نظامیه را گرفتند. بعضی مورخان نظام الملک را
بیرون از حد ستایش نموده همچون مبارزی بهبود خلق به قلم می‌دهند. البته او هیچگاه چنین شخص نبود. اگر بعض تدبیرهای پیشبینی کرده وی خودسری‌های سرداران حربی و فیادلان را محدود نموده و خود او برای به وجود آوردن مدرسه ها غمخواری کرده باشد هم، پس همه اینها فقط برای مستحکم گردیدن اقتدار سلجوقی ها برای هرچی بیشتر پر شدن خزینه دولت خدمت می‌کرد. نهضت اسماعیلیه. در بخش مذکور اکادمیک باباجان غفوروف آید به مذهب اسماعیلیه معلومات داده قید می نماید که آن تقریباً مدت 400 سال در تاریخ آسیای میانه و ایران نقش کلان بازیده است. در عصرهای 10-11 اسماعیلیه در سراسر شرق میانه خصوصاً در آسیای میانه و ایران پهن گردید. اسماعیلی ها از فلسفه یونان استفاده برده نظام تمام تعلیمات راسیونالی را انکشاف می‌دهند و به این وسیله ضیاییان بسیار متفکران و خادمان برجسته دولتی طرفداران این جریان دینی اسلام گردیدند. در آخر عصر 11 اسماعیلی های آسیای میانه و ایران حسن ابن صباح را سردار خود انتخاب نمودند. اسماعیلی ها در ناحیه قزوین دولتچه خود را تأسیس کرده قلعه علموت را پایتخت قرار دادند. آنها یک قطار قلعه های اشغال کرده خود را به تکیهگاه مستحکم تبدیل داده تشکیلات مخفی بر ضد حاکمان سلجوقی نگرانیده شده را برپا کردند. فداییان این تشکیلات به چست و چالاکی و جسارت نام برآورده بودند. آدمان منسوب به اعیان و اشراف از خنجر فدایی اسماعیلی چنان می ترسیدند که همیشه از تک جامه زره پوشیده می گشتند. ماه اکتبر سال 1092 وزیر سلجوقیان نظام الملک به دست اسماعیلیان کشته شد. اسماعیلی ها بعدتر سلطان سنجر را هم تا به درجه ترسانیده ماندند که او فکری به قلعه های اسماعیلی هجوم کردن را تماما از سر خود دور کرد. جهت‌های پیشقدم و پیشروی غایوی اسماعیلی عصر 10-11 را باید تاریخاً مشخص در زمینه واقعیتی به امان دور معین کرد. مردانگی واعظان اسماعیلی شایسته تحسین است. آنها دانش خود را از جمله علم‌های عقلی و دقیق را به تعقیبات وحشت انگیز نگاه نکرده تبلیغ و انتشار می‌نمودند. نقش اسماعیلیه عصر 9-11 در بابت نگاه داشتن عنعنه افکار آزاد بغایت کلان است. قرهخانیان. اکادمیک باباجان غفوروف آید به مسئله مذکور ابراز می نمایند که تاریخ آسیای میانه زمان قرهخانیان هنوز به درجه کافی آموخته نشده است. پیدایش خود سلاله معلوم نیست. نامی در علم قبول شده آن قرهخانیان یا ایلاک ها شرطی بوده. مورخان عصر 11 از دو عنوان معروف قراخان و ایلاک گرفتند. ظاهراً هستی اساسی دولت قرهخانیان را قبیله های ترکی یغما و چیگیلی تشکیل می کردند که در نام و لقب های دوره ظهور قرهخانی بیشتر دوچار می آیند. اولها لقبی از همه عالی ارسلان خان، ارسلان، شیر، نشان قبیلوی چیگیلی و بغرا خان، بغرا، شتر نشانی قبیلوی یغما حساب می شد. تخمیناً از میانه های عصر 10 اسلام دینی دولتی قرهخانیان گردید. در وقت آغاز استیلای آسیای میانه مقام اساسی را در بین قرهخانیان علی و حسن بغراخان اشغال می کردند. حسن بغراخان سال 992 به یورش ماوراء النهر سرداری کرده. سپس نصر ابن علی
این ولایت را کاملا تصرف نموده بود. این دو خاندان، یکی اولاد علیان و دیگری اولاد حسنیان، هنوز در آخر عصر 10 نفوذ و اقتدار زیادی پیدا نموده ملک‌های کلانی را صاحبی می‌کردند. سال 999 قره‌خانیان دولت سامانیان را از بین برده نقش اساسی را در حیات سیاسی آسیای میانه به دست خود گرفتند. قره‌خانیان و قره‌خیتایی‌ها. در قسمت مذکور تاجیکان آید به مناسبات قره‌خانیان و قره‌خیتایی‌ها و نقش آنها در منطقه معلومات داده می شود. اکادمیک غفوروف ابراز می دارد که در اولی چهاریک دوم عصر 12 مردم سرشماری کیدانی 7 رود را با شهر بلساغون اشغال نموده امپریای بزرگ خود را که تا شمال شرقی دریای ینیسه رفته می رسید تأسیس کردند. سپس آنها تمامی ملک‌های باقی مانده قره‌خانیان شرقی را تصرف کرده به قره‌خانیان غربی یعنی ماوراءالنهری تهدید نمودند. در آثار مؤلفان مسلمان این مردم نام قره‌خیتایی را گرفته است. 9 سپتامبر سال 1141 در دشت کتوان نزد سمرقند قره‌خانیان لشکری متحده سلجوقی و قره‌خانی را تماما تارومار کرده بخارا و تمامی ماوراءالنهر مرکزی را ضبط نمودند. قره‌خیتایی‌ها سلاله قره‌خانیان را از بین نبردند بلکه به وسیله خود تبدیل دادند. خوارزم و دولت سلجوقی. در این بخش اکادمیک باباجان غفوروف آید به مناسبت خوارزم و سلجوقیان ابراز نظر نموده است. او می نویسد که غلبه قره‌خیتایی‌ها در سال 1141 سلجوقیان را خیلی ضعیف گردانید و این باعث آن گردید که مرکز نوی سیاسی خوارزم سر بردارد. سرسلاله خاندان خوارزم شاهی انوشتگین هنوز در زمان ملک شاه سلجوقی به واسطه خدمت و لیاقتی که از خود نشان داده بود حاکم خوارزم تعیین گردید. بعد از وفات انوشتگین حکمرانی خوارزم به طریق میراث به پسر او قطب‌الدین محمد سالهای 1097 1127 رسید. قطب‌الدین محمد لقب خوارزم شاه را گرفته در تمام دوره حکمرانی خود از فرمانبردارترین حاکمان سلطان سنجر حساب می شد. بعد از سر او حکومت خوارزم به پسرش آتسیز سالهای 1127 1156 گذشت که این شخص را ممکن است اساسگذار حقیقی دولت بزرگ خوارزم شاهی نامید. آتسیز 3 مراتبه سالهای 1138 1141 1142 1147 و 1148 بر ضد سلطان سنجر سر برداشت اما موفق نشد. در سال 1153 ترکان غوز به مقابل سلطان سنجر شورش برداشتند. سلطان سنجر برای سرکوبی غوزها لشکر کشید لیکن شکست خورده خود به دست آنها اسیر افتاد. اما پس از 3 سال اسارت در سال 1156 خلاصی یافته به پایتخت خود شهر مرو آمده دیری نگذشته پس از 1 سال وفات کرد و با این صورت ظاهری دولت مرکزیت پیدا کرده سلجوقی نیز از میان رفت. این وضعیت برای تحکیم استقلالیت خوارزم خیلی مدد رساند. پسر و وارث آتسیز الارسلان سالهای 1156 1172 از این فرصت استفاده برده و مبارزه بین قشون قبیله ترکی قرلوق و خانهای قره‌خانی ماوراءالنهر که اطاعت قره‌خیتایی‌ها را قبول کرده بودند مداخله نمود. الارسلان در این مبارزه قرلوق‌ها را حمایت کرد.
پسر بزرگ الارسلان علاءالدین تکش سالهای 1172 1200 حکمرانی خوارزم را به دست خود گرفته اندک موقعش را مستحکم نموده فوراً بر ضد قرخیتای ها سر برد. در ماه ایون سال 1187 نیشاپور و سال 1193 مرو و ماه مارت سال 1194 همدان را اشغال کرد. عباسیان به زودی آگاه شدند که خوارزمشاه برای خلافت عرب از سلطان سلجوقی خطرناکتر است. در ماه ایون سال 1196 در بین اسکران خوارزمشاه و قوه‌های حربی خلیفه محاربه سخت روی داده با غلبه خوارزمیان انجام یافت، اما خلیفه به مغلوبیت خود نگاه نکرده از تکش طلب نمود که قشون خود را از نواحی غربی ایران بیرون برده به خوارزم عقیب نشیند. تکش در جواب به خلیفه چنین اظهار کرد که واردات مملکت‌های اشغال کردهش به تأمینات قوه بزرگ حربی وی کفایت نمی کنند. از این سبب خلیفه باید علاوه بر این مملکت‌ها باز بعضی ولایت‌ها را به اختیار او سپارد. به این هم قناعت نکرده تکش از خلیفه طلب کرد که در بغداد خطبه را به نام او خواند. مبارزه بین خلیفه و خوارزمشاه خیلی طول کشید. پس از مرگ تکش پسر محمد سالهای 1200 1220 به تخت خوارزمشاهی نشست. در سال 1203 سلطان محمد خراسان را تماماً به دست آورد. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 53. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.